چند بار تا حالا شده یه هدفی برای خودت تعیین کنی و بگی مثلا میخوام میلیونر بشم، میخوام رتبه برتر کنکور بشم، میخوام وزن کم کنم و یه مدت بگذره و بگی نه بابا بی خیال، من مال این حرفا نیستم، این چیزا مال همون اینستاگرام و کلیپای انگیزشیه. میبینی چقدر این دیالوگا برامون آشناست. هممون بارها و بارها با دیدن یه کلیپ یا یه سخنرانی موتیویت شدیم و هزار جور هدف برای خودمون چیدیم، اما بعد از مدتی بیخیالش شدیم و دوباره برگشتیم به همون سبک زندگی مزخرف قبلی. نه مشکل از توه و نه هدف گذاری بده، نه اتفاقا هم هدف گذاری و هم آینده نگری چیز بسیار خوبیه، اما تا زمانی که ندونی هدف یعنی چی، چطور باید هدف گذاری کنی و چطور بهش برسی، عملا فقط داری توی یک دور باطل میچرخی و فقط خودتو خسته میکنی. توی این ویدیو قراره یه سری نکات بهت بگم که به شدت مهمن، برگرفته از مطالعات بسیار زیاد و همچنین تجربیات شخصی خودمه. من به این ویدیو میگم نقشه گنج. بعد از این ویدیو توی دستورالعمل داری که مثل نقشه گنج برات عمل میکنه و میتونی با استفاده از این نکاتی که قراره بهت بگم به هر هدفی که تو زندگیت داری برسی. اول از همه مفهوم هدف برای ما بد جا افتاده. خیلیامون فکر میکنیم باید یه هدف تعیین کنیم و تا سرحد مرگ براش بجنگیم و بدویم و وقتی بهش رسیدیم تمام. اگه تا حالا به دونده‌های دوی سرعت دقت کرده باشی، تمام تلاش اونا از لحظه استارت مسابقه تا رد شدن از خط پایانه. به محض اینکه از خط پایان رد میشن، سرعتشون رو کم میکنن و انگار نه انگار که مسابقه‌ای وجود داره، چون واقعا مسابقه تموم شده. خیلی از ماها هم همینیم. یه سری اهداف برای خودمون تعیین میکنیم، مثلا من میخوام فلان خونه رو بخرم، فلان ماشین رو بخرم، یا مثلا در فلان کنکور رتبه برتر بشم. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که همون اهدافی که الان تو ذهن تو خیلی دست نیافتنی و غیر ممکنن، یه روزی مطمئن باش بهشون میرسی. وقتی به اون هدفمون میرسیم، دوباره شل میشیم و برمیگردیم به همون سبک زندگی غلط و منفعلانه قبلی خودمون و این دقیقاً نقطه آغاز شکست توه. درست مثل اون دونده دو سرعتی که از خط پایان رد شده و چون از خط پایان رد شده شل میشه و متوقف میشه. میخوام یه مثال از خودم برات بزنم. من دانشجوی ارشد ژنتیک پزشکی ام. این رشته هر سال توی کنکور ارشد علوم پزشکی کلاً 70 نفر ظرفیت داره و هر دانشگاه کلاً 3-4 تا دانشجو میگیره. یعنی کسی که رتبهش بشه 71 قبول نمیشه و باید سال بعد دوباره بخونه. بنابراین رقابت توی این رشته بسیار بالاست و قبولیش خیلی سخته. برای منم قبولی توی این رشته واقعا مثل یک رویا بود. قبل از اینکه شروع کنم به مطالعه برای این کنکور، با خودم میگفتم اگه حتی همون نفر 70 بشم، یعنی نفر آخری که قبول شده، قطعا خیلی خوشحال میشم و دیگه آرامش میاد تو زندگیم و دیگه هیچ استرس و اضطرابی ندارم و دیگه دلیلی برای ناراحتی وجود نداره. اوج خوشبختی و از این حرفا. خب واقعا برای رسیدن بهش جنگیدم، از خیلی چیزا زدم، بارها زمین خوردم و دوباره بلند شدم. به معنای واقعی جنگ بود. اما بگذریم. گذشت تا رسید به لحظه اعلام نتایج. رتبه ها اعلام شد و من شدم رتبه 20. یعنی ببین حجم خوشحالیمو نمیتونم برات توصیف کنم. انقدر خوشحال بودم که انگار تمام دنیا رو به من داده بودن. منی که میخواستم فقط به هر قیمتی شده قبول بشم، حتی اگه نفر آخر بشم، حالا شدم رتبه برتر ژنتیک پزشکی. واقعا خوشحال بودم. اما نکته اینجاست، این خوشحالی در کمال تعجب فقط یک هفته با من بود. بعد از اون یک هفته همه چیز برای من عادی شد، انگار که سالهای سال من رتبه برتر ژنتیک پزشکیم. خب اینجا دقیقاً همون نقطه‌ای بودش که من سر یک دوراهی بسیار مهم قرار گرفتم. میتونستم بعد از رد شدن از خط پایان، درست مثل اون دونده دو سرعت، تمام اون فشارها، تمام اون عادات خوب و اون تعهدات روزانه بسیار ارزشمند رو کنار بذارم و برگردم به همون سبک زندگی افتضاح قبلی. یا این که نه، حالا که به یک هدفم رسیدم و راه برنده شدن رو یاد گرفتم، بلافاصله اهداف جدید تعیین کنم تا متوقف نشم. و خدا رو شکر من گزینه دوم انتخاب کردم. بلافاصله بعد از اون یک هفته که دیدم همه چیز به حالت عادی برگشت و دیدم دارم متوقف میشم مثل اون دونده دو سرعت، شروع کردم به برنامه‌ریزی برای آینده و یه سری اهداف جدید و بزرگتر برای خودم تعیین کردم. اما متاسفانه خیلی از ماها وقتی به اهداف بزرگمون میرسیم، همون هدفی که یه روزی برای ما خیلی بزرگ و دست نیافتنی بوده، بعد شل میشیم و شکستی رو تجربه میکنیم که بی سابقه است. چرا؟ چون شما هر چقدر بیشتر ارتفاع بگیری، هرچه یه کوه بلندتری رو فتح بکنی، سقوطت هم از اون طرف دردناکتره.
پس باید فقط و فقط اوج بگیری و به هیچ وجه متوقف نشی. حتی اگه الان به ظاهر یک قله بسیار بلند رو فتح کردی، لحظه‌ای که متوقف بشی لحظه مرگ توه. باید دقیقاً مثل همون دونده دو سرعتی باشی که بعد از اتمام هر مسابقه میخواد برنده شده باشه یا نشده باشه، مدال طلا گرفته باشه یا نقره، بلا فاصله آماده میشه برای مسابقات بعدی و توقفی برای اون معنی نداره. اما نکته بعدی اینه، ما هدف رو طوری برای خودمون تعریف میکنیم که خودمون رو فقط در صورت رسیدن به اون هدف خوشحال میدونیم و شادی خودمون رو تا زمان رسیدن به اون هدف به تعویق میندازیم، در حالی که شادی یعنی لذت بردن از مسیری که داری طی می‌کنی، نه رسیدن به یک مقصد خاص. اینکه فکر کنی بعد از رسیدن به فلان ماشین یا فلان خونه یا بعد از موفق شدن در فلان آزمون سخت و مهم تو تبدیل میشی به یک انسان خوشبخت و خوشحال برای همیشه، این کاملا غلطه. پس شاد بودن رو وابسته به یک اتفاق خاص نکن. یاد بگیر از مسیرت لذت ببری. وقتی یاد گرفتی که چطور شاد باشی در طول مسیر، حتی اگه به اهداف بزرگت هم برسی، تو بازم انسان شادی خواهی بود، چون شاد بودن رو یاد گرفتی. پس خیلیا همون ابتدای کار هدف رو اشتباه تعیین میکنن و این دقیقاً میشه نقطه اول شکست اونها. اما مهمتر از هدف تعیین مسیریه که قرار تو رو به اون هدف خاص برسونه. در سال 2003 یک روز سرنوشت دوچرخ سواری بریتانیا به کلی تغییر کرد. سازمانی که مدیریت دوچرخ سواری حرفه‌ای در بریتانیا رو بر عهده داشت، تصمیم گرفت از یک مربی جدید به نام دیو بریلسفورد استفاده بکنه. تا اون زمان رکابزنای انگلیسی عملکرد بسیار بدی داشتن. در بازی‌های المپیک فقط یک مدال طلا به دست آورده بودن و در بازی‌های تور دو فرانس عملکردشون حتی بدتر بود. طی 110 سال دوچرخه سوارای بریتانیایی حتی یک قهرمانی هم به دست نیاورده بودن. ببین، عملکرد تیم دوچرخه سواری بریتانیایی انقدر افتضاح بود که حتی یه سری شرکت‌های دوچرخه سازی از اینکه بهشون دوچرخه بفروشن خودداری می‌کردن، چون معتقد بودن فروش دوچرخه ما به این تیم شکست خورده فقط آبروی ما رو میبره. آقای بریلسفورد استخدام شده بود تا دوچرخه سواری بریتانیا رو متحول کنه. اون چیزی که آقای بریلسفورد از سایر مربی‌ها متمایز می‌کرد، تعهد زیاد اون به یک اصل خاص بود به نام انباشت دستاوردهای حاشیه‌ای. بریلسفورد میگفت این اصل از یک ایده خیلی خاص گرفته شده. فرض کن تیم دوچرخه سواری تو توی همه ابعاد واقعا افتضاحه و خب میای توی هر کدوم از زمینه‌های مرتبط با دوچرخه سواری فقط 1% بهبود ایجاد می‌کنی که در نگاه اول اصلا چیز سخت و قابل توجهی هم نیست. اما وقتی این 1% ها کنار هم جمع بشه، نتایج چشمگیری رقم میزنه. در ابتدای کار بریلسفورد و همکاراش اومدن یه سری تنظیمات و تغییرات خیلی جزئی رو اعمال کردن. مثلا اومدن زین دوچرخه رو طوری دستکاری کردن که راحتی بیشتری داشته باشه، یا استفاده از یه سری گرمکن‌های الکتریکی که دمای ماهیچه رو زودتر به اون دمای ایدئال میرسونه رو اجباری کردن، یا اومدن از یه سری سنسورهای بازخورد زیستی استفاده کردن که به اونها این اجازه رو میداد در حین تمرین بتونن بهتر بدن دوچرخه سوار رو ترک کنن. اما این تغییرات به همینجا ختم نشد. یک پزشک رو استخدام کردن که صرفاً نحوه شستن صحیح دست‌ها رو به بازیکن آموزش بده برای اینکه کمتر سرماخورده بشن. بعد از انجام همه این کارها که انباشت بهبودهای اندک در موارد کم اهمیت بود، نتایج خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو می‌کردن ظاهر شد. خوب گوش کن. 5 سال بعد از شروع مدیریت بریلسفورد، تیم دوچرخه سواری بریتانیا در المپیک 2008 پکن یک نتیجه حیرت‌آور رو به دست آورد. 60% مدال‌های دوچرخه سواری المپیک فقط مال این تیم بود. 4 سال بعد در المپیک لندن، دوچرخه سواری بریتانیایی بازم درخشیدن. اونا تونستن 9 رکورد المپیک و 7 رکورد جهانی رو به نام خودشون ثبت کنن. حتی در همون سال برادلی ویگینز به عنوان اولین دوچرخه سوار بریتانیایی تونست در مسابقات تور دو فرانس مقام اول رو کسب کنه. سال بعد هم تیمیش کریس فروم تونست مدال طلا رو کسب کنه و همین روند در سالهای 2015، 2016 و 2017 به طور متوالی تکرار شد. به همین ترتیب تیم دوچرخه سواری بریتانیا تونست طی 6 سال متوالی قهرمان تور دو فرانس باشه. طی یک بازه زمانی 10 ساله، یعنی از سال 2007 تا 2017، دوچرخه سواری بریتانیا تونست 178 قهرمانی جهان و 66 مدال طلای المپیک
و 6 قهرمانی تور دو فرانس رو کسب کنه که موفق ترین دوران رو در کل تاریخ دوچرخه سواری رقم زدن. تمام اینا چطور اتفاق افتاد؟ چطور تیم شکست خورده و افتضاحی که حتی بهش دوچرخه نمیفروختن تبدیل شد به تاریخ سازترین تیم دوچرخه سواری؟ تمام اینها به دلیل همون اصل انباشت دستاوردهای حاشیه‌ای بود. بریسفورد در هیته هایی که اصلا کسی بهشون توجه نمی‌کرد بهبودهای 1% ایجاد کرد. تغییراتی که اصلا چشمگیر نبودن و از نظر خیلیا در اون زمان وقت هدر دادن بود. اما همین تغییرات 1% وقتی که در گذر زمان کنار هم قرار گرفت و انباشته شد، این موفقیت‌های بسیار عظیم رو رقم زد. ما معمولاً خودمون رو قانع می‌کنیم که رسیدن به یه سری موفقیت‌های بزرگ نیازمند اقدامات انفجاری و یهوییه. مثلا وزن کم کردن، مثلا رتبه برتر شدن، خرید فلان ماشین، میلیونر شدن. ما فکر میکنیم باید تمام اینها طی یک اتفاق انفجاری و یک شبه رخ بده، اما این کاملا غلطه. مثل همین پیجای فیک اینستاگرامی که میگه اگه میخوای توی 5 روز میلیونر بشی کلمه پول رو کامنت کن، اگه میخوای توی 1 هفته رتبه برتر بشی کلمه رتبه برتر رو کامنت کن. از همین محتوای چرت و پرت که حتما خودتونم دیدید. تمام اینا دروغ محضن و فقط هدفشون خالی کردن جیب شماست. رابطه ریاضیشو اگه بخوام بهت بگم اینطوریه: اگه تو هر روز فقط 1% خودت رو بهبود بدی و 1% پیشرفت بکنی، طی 1 سال تو 37 برابر از ورژن قبلی خودت بهتر شدی. اما از طرف دیگه اگه هر روز فقط 1% بدتر بشی، طی 1 سال تو عملاً به 0 میل میکنی و تقریبا چیزی ازت باقی نمیمونه. تا حدودی درک این قضیه توی زندگی روزمره سخته، چون ما معمولاً تغییرات کوچیک رو اصلاً در نظر نمیگیریم. اگه از همین امروز تصمیم بگیری هفته‌ای 3 روز باشگاه بری، قطعاً هنوز بدن ورزیده و مناسبی نداری. اگه از امروز تصمیم بگیری که پولای جزئی تو پس‌انداز کنی، هنوز میلیونر نشدی. ماها یه سری تغییرات کوچیک رو انجام میدیم، اما چون نتایج فوری دیده نمیشن بیخیالش میشیم و برمیگردیم به همون عادات قبلیمون. اما اینا یه سری عادات خوب بودن. متاسفانه سرعت کند تحولات به شکل گیری عادات منفی هم کمک میکنه. اگه امروز فقط 1 میلیون پولت رو هدر بدی، تو هنوز ورشکسته نشدی. اگه فقط 1 وعده فست فود بخوری، هنوز سرطان نگرفتی و چاقم نشدی. اگه پروژه‌ای رو که به عهده گرفتی فقط 1 روز عقب بندازی، احتمالاً یه روز دیگه پیدا میکنی که انجامش بدی. اما هر بار که این اشتباهات 1% رو تکرار کنی، تصمیمات غلط بگیری، بهانه‌های بی‌مورد رو منطقی تلقی کنی، به ظاهر اتفاق خاصی نیفتاده، اما تو داری این 1% ها رو جمع میکنی تا یک فاجعه رقم بزنه. تأثیر تصمیم‌های کوچیک مثل جهتگیری هواپیماست. فرض کن با هواپیما میخوای از تهران به مشهد بری. اگه خلبان در طول مسیر فقط 2 درجه تغییر جهت بده، احتمالاً از یه جای دیگه سر در میاری به جز مشهد. همین تغییر کوچیک در طول مسیر اصلاً حتی به چشم هم نمیاد، اما در یک مسافت طولانی تو رو کیلومترها از مقصد خود دور میکنه. به همین دلیل تغییرات کوچیک در عادات و تصمیمات روزانه تو در نهایت به تحولات عظیمی در سرنوشت تو ختم میشه. اما اینکه هر روز تغییرات 1% مثبت ایجاد کنی یا منفی و اینکه آینده خودتو بسازی یا بزنی داغونش کنی، کاملا به تو بستگی داره. پس هر هدفی که الان تو ذهنت داری رو تصور کن. اصلا مهم نیست که تا الان در رسیدن به اون موفق بودی یا شکست خوردی. اون چیزی که مهمه تصمیمات و عادات روزمره‌ایه که قراره تو رو به اون برسونه یا تو رو از اون هدف دور کنه. درست مثل همون 2 درجه تغییر جهت هواپیما که به چشم نمیاد اما در طی زمان کیلومترها مقصد رو جابجا میکنه. بنابراین بیشتر باید به سیر فعلیت نگاه کنی، نه نتایج فوری و مقطعی. فرض کن تو یه میلیونری. اگه هر ماه بیشتر از درآمدت خرج کنی، بازم میلیونری. هنوز ورشکست نشدی و پولات تموم نشده. احتمالاً حالا هم قرار نیست ورشکست بشی. اما چیزی که مهمه اینه که تو توی یک مسیر نادرست قرار گرفتی و این مسیر نادرست بالاخره یک روز تو رو نابود میکنه. پس اگه میخوای به هدفت برسی، دنبال این نباش که یک شبه یک موفقیت برای خودت رقم بزنی. اون چیزی که باید روش تمرکز کنی اینه: آیا تو همین الان در راستای رسیدن به اون هدف هستی یا داری ازش دور میشی؟ عادت‌ها و تصمیمات روزانه‌ای که داری میگیری
داره تو رو به هدفت نزدیک میکنه یا داره دورت میکنه. مثلا فرض کن تو هر روز 3 ساعت میری اینستاگرام. بابا 3 ساعت که چیزی نیستش، سخت نگیر. اما همین 3 ساعت اینستاگرام گردی در طول 1 سال قراره از تو 1095 ساعت وقت بگیره. خوب بهش فکر کن. همون 3 ساعتی که میگی حالا بابا چیزی نشده، قراره 1095 ساعت تو رو عقب بندازه. توی این 1095 ساعت چقدر کار مفید میتونستی انجام بدی؟ میتونستی 1095 ساعت روی کسب و کار خودت وقت بیشتری بذاری. 1095 ساعت وقت بذاری برای مطالعه بیشتر، یادگیری مهارت‌های بیشتر. اصلا 1095 ساعت کتاب بخونی، حتی به نیت سرگرمی. اما به من بگو توی این 1095 ساعت اینستاگرام گردی در طول 1 سال چه چیزی گیرت میاد؟ هیچی. واقعا هیچی. خودت رو گول نزن که من نمیدونم از پیجای خوب استفاده میکنم، محتواهای فاخر میارم نگاه میکنم. امکان نداره. 80-90% افرادی که به طور روزانه از اینستاگرام ساعت‌ها استفاده میکنن تاش هیچی گیرشون نمیاد و فقط وقتشون رو هدر دادن. پس ازت یه خواهشی دارم، خودت رو با این حرفای خوشگل گول نزن که من قراره از اینستاگرام استفاده مثبت بکنم. حتی اگه یه نفر فقط پیجای مفید رو دنبال بکنه، از هر 10 تا ریلزی که اینستاگرام بهش پیشنهاد میده، اگه در بهترین حالت 7 تاش در راستای اهداف تو و به درد بخور باشن، 3 تا چیز مزخرف هم اون وسط برات میاره. اما اگه همین 3 ساعت روزانه که در طی 1 سال میشه 1095 ساعت رو صرف یک کار مفید بکنی، در حالی که روزانه انرژی خاصی از تو نگرفته، بعد 1 سال یک انفجار رقم میزنه برای تو. حالا مثبت یا منفی بودنش رو تو تعیین میکنی. میخوام یه تمرین بهت بگم. بشین یه جا و تمام عادات کوچیک و به ظاهر بی اهمیتت رو بنویس. مثبت‌ها رو بنویس، منفی‌ها رو هم بنویس. ببین اصلا کار نداشته باش که اون عاداتی که داری مینویسی چقدر مهم هستن یا چقدر بی اهمیتن. هر چیزی که هست رو فقط بنویس. بریزفورد از ایجاد تغییر تو همین عادات کوچیک و ظاهراً بی اهمیت تیم شکست خورده بریتانیا رو به قهرمانی جهان رسوند. پس تو هم شروع کن به نوشتن. مثلا برای مثبت‌ها بنویس که من روزانه 15 دقیقه کتاب میخونم. من هر روز قبل از شروع کارم یا شروع مطالعه اتاقمو مرتب میکنم. هر روز نیم ساعت ورزش میکنم. اما منفی‌ها مثلا بنویس هر روز صبح از لحظه‌ای که ساعتم شروع میکنه به زنگ زدن تا لحظه‌ای که واقعا از تخت بیام بیرون نیم ساعت طول میکشه و مدام اسنوز میکنم. روزی 3 ساعت اینستاگرام گردی میکنم. هفته‌ای 4 بار فست فود میخورم. هفته‌ای 5 بار چیپس و پفک میخورم. و حالا شروع کن به ایجاد کردن یه سری بهبودهای 1% که اصلا حتی متوجهشون هم نمیشی. مثلا 15 دقیقه پیاده روی روزانه تو بکن 30 دقیقه. هر روز فست فود خوردنت رو بکن 3 بار در هفته، 2 بار در هفته. یا مثلا 3 ساعت اینستاگرام گردی تو بکن 2 ساعت. واقعا تبدیل کردن 3 ساعت اینستاگرام گردی به 2 ساعت اصلا حتی چیزی نیست که بخوای بابتش اذیت بشی یا فشاری بهت بیاد. اما به خاطر همین 1 ساعت کمتر اینستاگرام گردی قراره در سال آینده تا 365 ساعت وقت بیشتر داشته باشی. توی 365 ساعت باور کن کلی کار میشه انجام داد. این بهبودهای 1% رو هم جلوی تمام اون عادات مثبت و منفی بنویس و هر روز بخونشون تا ملکه ذهنت بشه. بعد از 1 سال خودت از نتایج حاصل از این بهبودهای 1% شگفت زده میشی. پس اول از همه هدفت رو درست بچین. تمرین کن خوشحالی و زندگی کردن رو موکول نکنی به بعد از رسیدن به یک هدف خاص. از مسیرت لذت ببر. دوم، مسیری که قرار تو رو به هدفت برسونه رو بشناس و اصلاحش کن، حتی اگه این اصلاح کردنها ناچیز و 1% باشن. اگه دوست داشتی توی کامنت ها برام بنویس که اصلاحات 1% تو چیا هستن، بعد به خودم و خودت قول بده که به اینها متعهد بمونی و انجامشون بدی. بعد از 1 سال برگرد و کامنت تو آپدیت کن، بگو در اثر این اصلاحات 1% چه تغییرات مثبتی توی زندگی تو رقم خورده. منتظر ویدیوهای بعدی باش. برو بته.